Кофе аз Мне вообще надодан. Мне вообще свет надодан. چخیل هم در رمضان من هم ما هم خیلی اوقات خونه خورده استم. چخیل کنیم چای جوش نیست. گاز استفاده میبریم من. ما در بلندشانه زندگی من همین دوم ده. دیشب اوما برق نه. уже چند ماه شد من برق نیسته ماده. اگه به وقتی اگه خود چراغ میمونیم، شام میمونیم، چطور میمونیم؟ یا چه میکنیم؟ به وقتی شد سویت نیسته، خود چه میکنیم؟ اگه موندن در که عذاب میکشد یا برق نباشد همش مشکل؟ آخه عذاب میکشه، برق باشه خوبتر. هم خلاص بیاد خوب میشود. صبحی هم خیلی برق نیست، عذاب تاریکه، بر اومدن در اومدن قینه، هم خلاص یونی. خیلی خلاص، خیلی عذاب مشکلی خدا، خیلی با شرایط سوزه میشه. در شبانه روز چند ساعت گفتید برق؟ هر رنگ میشه، 1 ساعت میتن، 2 ساعت میتن، 2.5 ساعت. نمیخواد. 2 روز چی دبشه با نداریم. اینم یا نیم ساعت میتن، 1 ساعت میتن. همین را با میکشن آو نیست، سوید نیست. همین سوید شمرد. رمضان چخل میکنیم تلفنمون زریعت هم نداره. بخدا نمیو سرخزک نخستم. گودک میده روزاداره نخستیم. افطار چیکار میکنه با؟ افطار تاریکی ده چخل میکنه. نم تاریکی ده پرداره یعنی ما میکنه. تلفنم زریعت نداره. زریعت فنریکا زریعت ندارن. چند ساعت؟ 4 ساعت 3 ساعت. های دادن همون روزامونو که شده محکم کردیم همون نمازمون خوندیم. 3 ساعت 4 ساعت در یک شبانه روز کافی است؟ خیلی زیادی خوب بس است. زیادیش با زیادیش زلال داره در کار نیست. چیز سوید نیست کو؟ نیست کو نه یک سوید نیست. انا یک مرکزی تجارتی مرکزی کار خانه صنعتی نیست سویدی جو خانه با نیست. 1 ساعت 2 ساعت میتونن تمام. در رمضان چخیل میگذرد؟ گذراندیم یک مشقت خیلی گذراندیم که فرستش این مسئله به ما بشه مشقت عذاب داغ بده. نه خیلی سویت نباشه به سویت چخیل او خود صوت پزوندنم دشوار و گرم کردنم دشوار و خیلی مشکلی اساسی در رمضان قریب که کم که قوی برق بود دیگه همه خاطرات نبود همه چیزا نبود نرخ نوای هم اینقدر چند ساعت قوه برق دادن؟ همین 3 ساعت تا 4 ساعت ندادم. حاضر خیلی با بهبود شدگی من این شب و روز خیلی بهبود است. بعد به برقی که 3 ساعت 4 ساعت یا 2 ساعت چخیل میگذرونده سحری افطار؟ خیلی با راهاش هست، گاز هست، بالا بخصوص چراغک‌های برآمده است که روشنی میکند. خیلی یک چیزی که گذرانده است. اوستا این چیزا همه برقرار میشود.